منافقین کرده امروز باءوا بغضب من الله و ضربت علیهم الذلة و المسکنه دچار حرمان و محرومیت و از طرفی لعن و نفرت این ملت شدن. این جدال حق و باطل در طول تاریخ هنوزم سزای خیانت‌هاشون رو ندیدند، هنوز هم سلسله جنایتکاران به مجازات و قهر این ملت گرفتار نیامده اند. مطمئن باشند که این ملت انتقام الهی رو از همه اونها خواهد گرفت. این سرنوشت مبارزه با حق، سرنوشت در مقابل جریان حق ایستادن با سپاه حق و انوار الهی مبارزه کردنه. از اینجا به اونجا حالا فکر می‌کنن در امانم. ملت ما دست از انتقام الهیش بر نخواهد داشت، باید مجازات بشن. انتقام الهیش بر نخواهد داشت، باید مجازات بشن. امام خشم و کینش، مهرش الهی بود. به هر کسی لطف کرد، به دستور خدا بود. به هر کس کینه ورزید، دستور اشداء بودن داد، شدت عمل داد. دستور خدا بود. خدا اونجا فرمود اشداء علی الکفار، جاهد الکفار و منافقین واغلظ علیهم. خدا فرمود به امام ما و به ما که بر کفار رحم نگیرید. ما افتخار میکنیم دستور خدا رو در رابطه با منافقین و کفار با قاطعیت اجرا کردیم. این جزء افتخارات این نظام و امام ما و ما سربازان امامه که با دشمنان خدا و با دشمنان ملت با قدرت ایستادیم.